کارش یکی بود زودتر اینا رو بهم یاد میداد تا اینقدر لباسامو خراب نکنم. اومدم تمام برنامه‌های ماشین لباسشویی رو براتون توضیح بدم. بیبی کی یا لباس کودک آبکشی بیشتری انجام میده که شوینده روی لباس نمونه. اسکین کر برای لباسای حساسه، مخصوصا لباسایی که ارتباط مستقیم با بدن دارن. دوئل مخصوص شستشوی پتو، ملحفه، مخمل و پارچه‌های با الیاف مصنوعیه. چیزی که مناسب اتوکشی آسانه، از چروک زیاد لباس جلوگیری میکنه و مناسب لباسای حساس و ظریف نیست. میکس یا مخلوط برای شستشوی لباسای رنگی یا لباسهای با پارچه‌های مختلفه. این پستو همین الان سیوش کن چون بعداً حتما نیازت میشه. کاتن اکو مناسب لباسهای کتان و پنبه‌ایه و کاتن مناسب شستشوی لباسهای نخی، کتان و انواع تیشرت و لباسهای پنبه‌ای. اسپورت ویر یا لباسهای ورزشی. لباسهای ورزشی زیاد کثیف نمیشن اما جذب عرق بالایی دارن و زود به زود باید شسته بشن. دلیکت یا لباسهای ظریف مناسب لباسهای توری، ظریف و لباسایی که باید با دست شسته بشن. وول یا لباسهای پشمی رو توی کپشن به توضیح دادم. اینتنسیو یا متمرکز برای شستن لباسهای کثیف و لکدار. کویک یا شستشوی سریع برای لباسایی که زیاد کثیف نیستن و مثلا فقط بوی عرق میدن. و رینز و اسپین مناسب آبکشی و خشک کردن. اگه فقط قصد آبکشی و خشک کردن دارید این ویدیو رو هم بفرست برای همه اونایی که تو خونه‌شون ماشین لباسشویی دارن تا بتونن یاد